שם ממש את התודות שלכם במחברת. ואז מה קורה? אתם זוכרות רק את הדברים הטובים. וזה קוראים לזה מחברת תודות. לי יש מחברת תודות, אני זוכרת רק את הדברים הטובים. וזה משהו שכדאי שכולם תעשו. בואי. מי רוצה? בואי. בבקשה. אני אומרת, תזכרי את הטובים. הטובים אחרי שאינם שאתה اولا که به همه شادی و همیشه دور هم باشیم به خوبی آمین. و روزهای بهتر و خوبتر رو داشته باشیم. همه ماها یه دوره گذروندیم. همه میدونیم که دختر بودن در توی ایران یه مسئله خاصی داشت. مخصوصا اگه یه مادری 4 تا دختر داشت فوری میمادن وقتی که بگن مبارکت باشه بهش دلداری میدادن، میگفتن عیبی نداره خدا بزرگه و این برای من خیلی یکی اومد تا وارد خونم شد به مامانم گفت پای برنامه را چیکار میخوایی؟ گفتم این باید بره گم شه. ولی کسی که اومد خدا رو شد همیشه شد میکنم که خدا کسی رو نصیبم کرد که مثل خودمون بود، خیلی خودمونی بود و زندگیمونم از صفر شروع کرد. اون کار میکرد، منم کار میکردم، حتی میخوام خرج عروسیمونم دوتایی با هم جمع کردیم، حتی خونه‌ای که خریدیم با هم، حتی نمیدونم بگم میرفتیم خرید، یعنی 1 سال و 2 ماه با هم نامزاد بودیم و زندگیمون رو ساختیم و خدا رو شکر میکنم. همین که قلبا با هم باشه، زندگی آدم بدونه با کی شروع بکنه، فکر پولش رو نکنه. حتی به من تلفن زدن گفتن تو این آدمی که انتخاب کردی میدونی چی پول نداره؟ گفتم میدونم من خودش رو اون موقع یعنی یک کسی اینقدر بدونه به خودش اعتماد باشه خیلی سخت بود. ولی اومد تو خونه ما شد مثل پسر خونم، طوری وارد شد که به مامان من زنگ میزد میگفت برام چی گفتی من اومدم پیش شما. واقعا همینطوری دوستی شروع شد که تا تونستیم موقعی که من واقعا بیمارستان مهر بودم میخواستم کار کنم چون زندگیمون باید با هم کار میکرد و مادر خوب، مادرم خیلی تشویقم کرد تو برو سر کار هیچی ناراحت نباش من از بچه‌ها توجه میکنم. بعدن حتی خونه خریدیم با هم خریدیم، حتی پدر مادر ما قبول کرد که بیاد با ما زندگی بکنه، یعنی زندگی ما با پدر مادر خودم شروع کرد و خدا رو شکر 3 تا بچه بعدن خدا رو شد